5 میلیون دلاری رو توی اسید سولفوریک انداخت. ناگهان طلای سکه کم کم رنگش رفت و تبدیل شد به ضایعات آهن بی‌ارزش. جوون ثروتمندی که کنار مرد بود خیلی عصبانی شد. به کارشناس عتیقه سرزنش کرد که چرا اجازه دادی چیز بی‌ارزشی بخرم. بعد مرد ضایعات آهن رو از همون جوان ثروتمند با $1000 خرید. دوست دخترش نمیفهمید چرا اون داره این کارو میکنه. مرد بهش گفت این ضایعات آهن بعداً تبدیل به یک گنج بزرگ میشن. در همون لحظه حراج شروع شد و دومین آیتم رو برای فروش گذاشتن. هیچ کی تا حالا نتونسته بود این جعبه چوبی رو باز کنه و قیمت پایش $100,000 بود. جوون ثروتمند فکر کرد این که فقط یه جعبه خراب و معمولیه، هیچ چیز خاصی نداره، نه جنسش نه ظاهرش. حتی کارشناس عتیقه هم فکر می‌کرد بی‌ارزشه و به همه گفت که پیشنهاد ندن. اما مرد یه چیزی توی جعبه دید و سریع $500,000 پیشنهاد داد. جوون ثروتمند بهش خندید و گفت چه احمقی هستی، $500,000 برای یه جعبه خراب؟ حتی دوست دختر مردم فکر می‌کرد که این پیشنهاد اشتباهی میتونه باشه. چون هیچ کس دیگه پیشنهاد نداد، مرد جعبه رو با موفقیت خرید. همه شروع کردن به خندیدن، ولی مرد ناگهان سکه‌ای که تازه خریده بود رو برداشت و رفت روی سن. سکه رو توی جعبه گذاشت و جعبه فوراً باز شد و چندین شمشیر ظاهر شد. کارشناس عتیقه ها یکی از شمشیرها رو برداشت و با دقت بررسی کرد. فهمید که اینها شمشیرهای امپراتورهای باستانی هستند و هر کدوم $100 میلیون میارزن. همه شوکه شدن. همین که همه از توانایی مرد در تشخیص عتیقه ها حیرت زده بودن، حراج اسب شروع شد. مرد مدت‌ها منتظر این آیتم بود. سریع برای خریدش $5 میلیون پیشنهاد داد. جوان ثروتمند حس کرد ممکنه این آیتم با ارزش باشه. بعد سریع $6 میلیون پیشنهاد داد. بعد هر دو تاشون شروع کردن قیمتو هی بالا بردن. ولی مرد ناگهان پیشنهاد دادن رو متوقف کرد. این باعث شد جوان ثروتمند یکم نگران بشه. اون فکر کرد شاید ارزش خاصی نداشته باشه و مرد رو مسخره کرد که چرا جرأت ادامه نداره. مرد ناگهان بلند شد و $10 میلیون پیشنهاد داد و اسبو با موفقیت خرید. جوان ثروتمند بهش خندید و گفت $10 میلیون برای همچین چیز تقلبی؟ مرد شمشیر کنار دستش رو برداشت و یه ضربه زد. از شکم اسب بیشمار دونه طلایی بیرون ریخت. کارشناس عتیقه شناسی دید که هر دونه طلایی الگوی مخصوصی داره و این الگو یعنی هر دونه طلا خودش یه عتیقه